آمدم بر تاجیکستان عزیز، آمدم بر تاجیکستان عزیز، تا ببینم روی یاران عزیز. تا برایم بر سری کوهسارها، سیر بینم کشورم را بارها. یعنی استاد گرسنه میشد از برای می وطن، سیر بینم کشورم را بارها. در تفسیر می بیت یک قصه از راننده استاد قدسون زاده است که هر وقتی از سفرهای خارجی می آمدن، بعد 2 هفته، بعد 1 ماه به تاجیکستان، به جای اون که اول خانه روند، اول با ماشین می آمدن ورزاب بالای نمی بلندی ها، اول دوشنبه رو، ورزاب رو، حصار رو، همه کوه های قطارکو رو می دیدن که همه در جاش هست، همه آرام، همه زیبا، همه جا به جا. بعد خانه می رفتم. بنابراین همون تا برایم بر سری کوهسارها، سیر بینم کشورم را بارها. همین در حقیقت در حیات خودشان موجود است. تا کنم تعظیم همچون پختچین، 4 خط گردیده بر سوی زمین. من نیم به آشیان پرنده. این درباره تاجیکستان است که از جهان، از سیر جهان، از مسکو، از قطعه های گوناگون جهان سفر کرده، باز آمده است به تاجیکستان، به این وطن خود. میگه آمدم بر تاجیکستان عزیز، من نیم به آشیان پرنده. یعنی من وطن دارم، من نیم در لب تصادف خنده. در همین جای است منزلگاهی من، یعنی در تاجیکستان. در همین جای است منزلگاهی من، در همین جا گشت روشن راهی من، در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ از بس که استاد بسیار سفر میکردند، جهان رو میگشتن، گاه گاه تاجیکستان میآمدند. دوستانشان از جمله استاد باقی رحمزاده میگفته که این مرزا توریست است، این سیاح است، این گاه گاه به تاجیکستان مهمان میشه. میگفتن مهمان من نیستم یاران هزار، از چنین گپهای ناچسبان حذر. من نیم بی آشیان پرنده، من نیم در لب تصادف خنده. در همین جای است منزلگاهی من، در همین جا گشت روشن راهی من، در همین جا من به دنیا آمدم، در همین جا چشم بینا آمدم. پس چرا گویند بعضی دوستان چند روزه آمدی تو مهمان؟ مهمان من نیستم یاران هزار، از چنین گپ‌های ناچسبان حذر. یعنی من مهمان نیستم، من وطندار، من صاحب این سرزمین، من فرزند این سرزمین. التماس مرا مهمان نگید که برای من یک کسی که همیشه با وطن بوده. ببینید بالای قبرشان چی نوشته شده است؟ اگرچه در همین سنگی لوح مزار ترسونزاده همین 2 بیت نوشته شده است که اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، و سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور. یعنی که عنوانش سیاه گذاشتن که تو سیاهی، در بین دوستان هم که لقب گرفتم. و سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کناری دهر، همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. یعنی گرچه در سفرها بودم، در انجمنها بودم، در افریقا بودم، در امریکا بودم، در اروپا بودم، در مسکو زیستم، ولی همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. این است که استاد ترسونزاده استاد وطنداری، مربی وطنداری، الگوی وطنداری، آنچه که امروز باید ادامه دهیم.